لعنتی بعضی چیزهای بی‌شرمی و بی‌حیایی روان کرده است و مادر را تهدید کرده است. گفتیم کلانه هیچ کار کردن نمیتونیم. اگر در کشم میبرم اتر محکم میکنم گفتم که ایری کودکم هیچ کنیگم نمیکنم. همه جدا پس چی دیگه چیکار کنم یا حیوان نیستم برم گورشون کنم یا چیزی که برم پرتم شدم. بسیار کار ناخوب است که همین مادر عذابش همین فرزندان میبینند. مقصد که من ملایم گفت همین طرح جادو کردگی هم گفت در کوچه ماندگی است با آن همین 3 تا فرزند داشت. که ایو خانه برا سر میکن یا گودک با بخونه میکن که این روز سیم روز نورای خیلی به معنی پرتافته که همین کمک بکنین، دستگیری کنین مادر، دل برداری بکنین. خدا هیچ کس در این حالت ها گرفتار نکنه. مادر با 3 تا فرزند در کوچه زندگی میکنه. شما از شرکت زیارت شاپ که در شهر مسکو با طبابت گایمارید، هیجاما و تمام داروهای گیاهی برای تمام دردها خبر دارید. داروهای گیاهی برای معده، روده، گرده، راه پیشابدان، فربهی، خرابی، مردانگی، زنانه، برای موی سر، خلاص برای تمام دردها خودی حاضر شما می توانید بر رقم‌های داروی نوار بودن مراجعت کنید. اگر از نام ما گپ زدین برای شما تخفیف یعنی اسکیدکا میکنند. تحویل یعنی دستافکا با تمام شهرهای روسیه و اینچنین با تاجیکستان با شهر دوشنبه وطنی عزیزمون. بینندگان عزیز، از سببی که مادر خانه ندارد ما در کوچه با نوار گرفته ایستاده ایم. در سال 2025 اولین زبار ما برای آن همین مادر بود که در کوچه ماندگی است با آن همین 3 تا فرزندش. بسیار مشکلات سخت بالای مادر آمدگی است. ما از نزدیک رفته با مادر چندین مرتبه هم صحبت شدم. از حال احوال مادر خبردار شده هستم. بسیار وضعیت وزنی قرار دارد. خواهش میکنیم از همه شما بیاین سرجمانه شویم همین مادر را دستگیری کنیم با همین 3 فرزندک که آینده ملت ما است. همین مادر یک کلبه بسازیم. در هر کجایی که باشد فرقیت ندارد. یا یگام صاحب کاری باشد خواهش طلب میکنیم دستگیری کنیم همین مادر را یک کلبه آماده کنیم. همین مادر یک چند قپش یک لعنتی بعضی چیزهای بی‌شرمی و بی‌حیایی روان کرده است. چی گفت است مادر؟ گفت که اول خودش ملا گرفت گفت که مقصد که من ملایم گفت همین طرح جادو کردگی هم گفت. بعد من گفتم که خیلی چیزی که باشه گفتم کسی که گفتم خوبی کنه مقصد پاداشم میبینه کسی بدی کرد گفتم خداوند جزاش میتیه گفتم. بعد این روز سیم روز نورای خیلی به معنی پرتافته که همین پشت ما کلانه هیچ کار کردن نمیتونیم. اگر در کشم میبرم اتر محکم میکنم گفتم خیلی مثال تاکید میکنه که نوراش همین مثال ما دورنه که بودم شبانه کار میرفتم روز میامدم خواه میرفتم خیلی تلفنی که دست گودکودم میغلطی چی میکرد با همون خاطر مثال مجبور شدم که بگم که خیلی مقصد شما را که همون آدم کمتر بگه بفهمه. مادر را تهدید کرده است. بعد چیزهای بی‌معنی و بی‌شرمی بعضی چیزهای حتی تا همخوابگی ها را روان کرده است. با همین مادر خیلی مادر در خانه تلفنش است شبانه کار میکنه روزانه کار میکنه. کودککاش مایده هستند. همینو ببینن همون چیزا را. این بسیار جنایت وزنین است در قانون جمهوری تاجیکستان. دوستان عزیز، برادرای عزیز، از شما احترامانه خواهش میکنیم او به ایمانای هستین که ان شاء الله امید دارم که یک روز در قبر میخورین در نزد قانون سخت جواب میگین. ما رقمای مادر را در اینجا میگذاریم به خاطر اونه که کمک بکنین، دستگیری کنین مادر را، دل برداری بکنین. خدا هیچ کس در این حالت ها گرفتار نکنه. مادر با 3 تا فرزند در کوچه زندگی میکند. روزهای جمعه در پیش مدرسه مادر سودا میکند. دیگر روزها باشد دوارنیکی میکند. یک لقمه نان میکابد میاد به خاطر نمی فرزندکاش است. بیاین سرجمانه شویم به خاطر خدا همین مادر را دستگیری کنیم. اولین زبار من بود تا امروز همین مادر بیچاره به خانه و بیدر است. نه که راستش همین امید جان همین نواره که یکم کرده بوده 10,000 به ما یاردم کردن. مثال نکردن مردم مهاجر یاردم کردن. مثال کردن یاردم نه که همون پول در گودکام صرف کردم. مثال در کوارتیر صرف کردم. 2 ماه 3 ماه میش نمیگه که تو گودک داری مقصد که ما را ره نمیتیان یا که یکم چی بهونه میکنه میگه که خیلی پول کوارتیر را قیمت‌تر میکنیم. به خدا قسم کنیم خداوند شاهده هم خانه را میگیرم من ریموند میکنم کراسکا میکنم. مثال امروز خودم میزنم عذاب میکشم نه که وقتی خانه ساز میشه کمتر میگیم که خیلی زندگی راحت کنم نه که ایو خانه برا سر میکنم یا گودک ما بهونه میکنم که گودکت ای خکدک به همین خاطر گفتید سو که همین به خانگی در بسیار عذاب کشیدم. گریه نکنین. من امید دارم که برادرها صاحبکارها سرجمانه شده شما را صاحب یک کلبه هم که باشد میکنیم. ما تلاش میکنیم این چیزا
و بسیار صاحبکارای غمخوار داریم. بسیار مردم مهاجر، مردمی که در تاجیکستان که در هر جا زندگی میکنن، غمخوار و دلسوزها خیلی زیاد هستند. برادرای عزیز، زیاد نه، هر یک سوم میتوانید، 10 سوم میتوانید، 100 سوم، هر کس با چین قوا و تواناییش سهم اختون در این کارتای مادر خودش هست، رقماشون هست. بیهوده و بهوده هر چی روی نکنین، هر چی ننویسین، یه روز نه یه روز سخت جواب میگین، هم در دنیا هم در آخرت. بیاین سرجمونه شویم به خاطر نه 3 تا طفلکی که آینده ملت هستند. اینها باور کنین چی گناه دارن بیچاره‌ها. اینا میخواهند که یک شرایط خوب در قرار داشته باشند. اینها میخواهند که یک خوراک زیبا بخورند. اینها میخواهند که یک سرپناه خانه خودشون در زندگی کنند. لیکن خیلی تقدیر الهی، خدا هیچ کس به این حالتها گرفتار نکند. مادر مجبور شده در روی نوار برآمده و زاره و گریه دارد. یکم نوار اگر دیده باشین شما چقدر پلاجین مادر وزنین است. در بعضی روزها میگم در پزیمکه زندگی کردگی هستم. بعضی هر خانواده رفته در یک شرایط وزنین زندگی دارد. باور کنم جای کار میرم اونجا نکن چی هم شوم، همکارا میگه کودکات میاره ای کار برسترد میکنیم. گفتم مثال بسیار تحقیق میکنه، همه خانه بیگانه دام باشو مثال زندگی میکنم. یکی ایری کودکم هیچ کنی گم نمیکنم، همه جا در پس شدگی اونک چکا کنم، یا حیوان نیستم برم گرشان کنم، یا یه جای دیگه برم پرتام شنم. ما امید دارم که خداشون بیناموز شده که یارم من باید سرشون سیله کنم. بله، امید دارم آینده اینها یک شخصای بزرگ میشوند، در جامعه خدمت میکنند و چندین کم بضاعت‌های دیگر را با دستگیری میکنند. ما امید دارم سرجمونه میشیم. گریه نکنین مادر جان، ما خواهش میکنیم گریه نکنین، همش خوب میشود. ما مقصد دمیقه خواهش داریم که ای عبدالرحیمی کلابی، ای اکی رحیمی غرمی مثال چندین نفرها را خانه داد، ای اکی حاجی محمود، ای اکی منصور طلب داریم که مقصد ای اکی صالحی یک خانه هم که باشه، مثال لایر هم که باشه، دامینو که ادیر هم که باشه، یکی از سرپناه همی کودکلو که سلامت باشین اپا جان. امید دارم اکی منصور نعمت که دیگه برادرها که دیدن دستگیری میکنن اونها هم سرجمونه شده. ما تلاش میکنیم شما رو صاحب یک کلبه هم که باشد بکنیم. یا ساتیق زمین هم بسیار مدد کنید، یا ساتیق زمین هم که باشه، یا وگون هم بیارن یا چوبونا که همی سری کودکا رو درون کنم که جایی باشه مثال نونی تیکای دهانشانم. یا امیدم خداوند مهربانه بخیر. بله، ما راسته یک روز گذار میکردم به پیش مسجد مرکزی. مادر با همین 3 کودکش رفته در همونجا شیشتگی صابون سودا داشت. از سبب چی 3 کودک در بغلش بوده، ای ترسه که یگان کس به همین کودکاش ضرر نرساند. یک بار یک فلاکت بسیار مشکل بالای مادر آمد از سبب که مادر در کار بود، کودکا در خانه. دیگه ترسونش دیگه از کجا میره کودکاش همه برای در پیش میشینونه. بسیار کار ناخوب است که همین مادر عذابش همین فرزندان میبینند. این بسیار کار ناخوب است. باور بکنین مجبور است این طفلکا، این کودکا باید که نبینند عذاب مادر، باید نبینند عذاب مادر. به چشم دیدن چقدر عذاب است، چقدر رنج است. حتی در همین پسیکولوژی فرزند جا می شود، عذاب میکشند. آینده اینها خیلی از روی مادرشون عذاب میکشند. بیاین برادرها یک بار دیگر سرجمونه میشیم. چه بلاگرایی که باشین خواهش میکنیم نوارا بگیریم پرتونید از ساماناتون، همه مادر را دستگیری کنیم. زیر نشه مادر جان، امید دارم که دستگیری خوب میکنن. الله همه تنیگه باشه پروردگاری هست که چشم در نامه عمال تا بنویسه. خدای دنیا تنم آباد باشه، آخرت تنم آباد باشه. سلامت باشین اپا جان، سلامت باشین.